صحتمند باشین، عافیت به کام داشته باشین. روز عاشورا همون رقم کست که در دیگه کشورهای جهان کست جلوس برآمد شد، همون رقم در کشور آلمان هم کست در شهر هامبورگ جلوس برآمد شد و در این جلوس کست یک دو تا مردهای آلمانی کست مخالفت کردن و یکی شما گفتن که شما اگر در کشور آلمان راضی نیستین شما میتونین که در کشور رای از خود خوب برگردین. و دیگه ایش که امور رقم گفت که در قانون اساسی آلمان که برای شما تندروار شما اینج اجازه نمیده. دیگه این پالوی زو از امین نفر که گپزد پالوی زو یک ایرانی که مخالفی دولت رژیم ایران است برادر که او درو تایید میکرد که آها بسیار خوب گپ زدی که در نظر از ما برادر که گپای از ایرانی که او آلمانی که مگفت. خو خلاصه کلام برادر که بعد از او این مردمی از مو که اونایی که همیشه مخالف دین و مخالف مذهب شیعه برادر که گپ میزنه اونا برادر که این ویدیو را سو استفاده کردن و برادر که امو گپایی که اینا پیش از این گفت که ای آزاداریا در کشور غیر اسلامی برادر در ضرر از مو است، اینا که یک جرقه یعنی یک ثبوت یک چیزی که ما گفتیم اینی هم برادر که ثبوتایشی که در آینده اینا میتونه برای ما ضرر برسانه. ما میخواستم برادر که بگیم در این طریق از ویدیو که اول برادر که وقتی که در جلوس امام حسین علیه السلام باشه، در هر تظاهراتی که باشه، شما وقتی که در کشور آلمان میخواین که برنامه داشته باشین بیرون کنین، پیش از او برادر که شما مورین در دولت برادر که اونمو برنامه خوره، اونمو برادر که تظاهرات خوره، اونمو جلوس خوره برادر ثبت نام مونین مورین اونجا که اجازه میگیرین که ما در این روز یعنی برنامه را داریم تا دولت برادر آلمان شما اجازه نداده شما این کار هیچ نمیتونین. وقتی که در قانون اساسی آلمان نباشه خب پلیس هیچ حق نداره که شما اجازه بده. وقتی که شما اجازه میده یعنی در قانون اساسی کشور که شما قانونا اجازه دارین و اونا که شما در ویدیو هم دیده باشین که خودی پلیسی کشور که پیش از جلوس هم برادر که یک موتر که می رقم پیش موره و بعد یعنی پشت سری جلوس هم برادر که یک موتری پلیس که هست به خاطر تحفظی از این مردم، برای تحفظی عزاداران امام حسین علیه السلام. و همین نفرم که برادر که اگر شما راضی نیستین شما میتونید در کشور خود برگردین. پلیس شما هم ویدیو رو دیده باشین پلیس که او دستگیر مونه و خیلی ها برادر که اینجا که ما راست ما گفتیم پیش از اینکه این ضرر داره و فلان و فلان اینی سبوتاژه براری گولیم. ما وقتی که شما برادر که در این کشور اینجا کشور آلمان که ما برادر پیش چیم خو مینگرنم وقتی که ضد مهاجر باشه تو سرلوج باشی پایلوج باشی تو خوش نداره، و که برادر که مذهبی باشی که لابتر خوش نداره. اونایی که ضد مهاجر است او تو بخوای که بدین باشی با دین باشی تو ریش قبول نداره. تو اگر برادر امور رقم در سرک فقط بوری سودا هم بخری فقط در سرک باشی هم اگر تو بیکار باشی تو مگه برادر دولت پیسه مالیات از مور مخری. اگر کار کنی مگه تو برادر که کار از مور گرفتی. در هیچ صورت برادر که وا راضی نیه. اونایی که برادر غیر یعنی اونایی که مخالف مهاجرین است اونا در هیچ وقت که دستو در یک راه نمیه و برادر نه تر خوش نه خوش نه درست نه دکیل فهمیدی دیگه. به خاطر از ما می‌خواستم شما را میره بگیم به خاطر از ویدیویی که اینا برادر سو استفاده کردن و برادر که استم گپای از خود خوره که راست برشنه و گپار زدن ویدیو را ما که فرض دانستم یا برادر که درست دانستم که سوشال میدیا استفاده کردم. من برادر که سر از موضوع گپ بزنم. تا ویدیوی بعدی خدا یار نگهدار شما.